خدا وکیلی قید اینستاگرام خارکسته رو میزنم حاجی، قید اینو میزنم همه برگردن تو همون کسبازی و دروغ و دغل و کسکش بازی که بود. حضرت عباسی هیچ احتیاجی به این خارکسته ندارم، ولی حال و حوصله‌تون رو ندارم. خارکسته نه دیگه به من تکست بدین، نه دیگه به من دایرکت بدین. شما کسکشین، آدم نیستین، شما بی‌مرامین. من نه خلافکارم نه قاچاقچی‌ام، کیرم تو کس خار جمهوری اسلامی در آورده کرده. ما یه نفر آدم یه نمایشگاه ماشین داریم اینجا داریم زندگی می‌کنیم دیگه. بعد داداش من زندگی خودم گرونه، مگه ماشینا رو نمی‌بینی؟ بابا 6 7000 دلار دارم اینجا اجاره خونه میدم، مگه من درآمدم چقدر داشت؟ توقع تمامی نداره. چه دینی هستین؟ چه ریشه‌ای هستین؟ چه ژنتیکی هستین؟ ای کیرم تو ژنتون. بابا یه نفر که داره کمک میکنه برای چی اینجوری میکنی؟ پیشپول خونه رو براتون گرفتم یا نگرفتم؟ پیشپول خونه رو 2 دستی تحویل پدرتون دادم یا ندادم؟ اجاره خونه‌تون رو دادم یا ندادم؟ ماهیانه اون پولی که گفتم بهتون دادم یا ندادم؟ 1 ماه شد عقب جلو بشه. بعد کسکش اینا رو نمیبینین. خارکسته جواب دایرکت رو نمیدم، میرین مادر قهوه بازی در میارین. آیسان اسلامی به ما قول داد نداد. کسکشا مگه من حساب کتاب دارم با شما؟ کی تو کسته بناس و خواهرتون از اول تا آخر بناس بعد شما خودشون میدونن من دارم با کی صحبت میکنم. حاجی یه کاری نکنین من این اینستاگرام کسکشو ببندم. کیرم تو هر چی. ببین یه چیزی داشت بز من دیگه من حال و حوصله ندارم. کیرم هم نیست کی چی میگه. اون گروه کیرم تو تمام گروه عدم کرده. من خودم تنهام کس خار هر کی میخواد هر داستانی بکنه کیره منم میخواد کسه. ولی وقتی دارم ثواب میکنم خیر میکنم مادر جنده بازی که در بیاره من خوشم نمیاد.